زنده است یا مرده؟ خواهش میکنم برو. عمر مرده. من چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟ طاهر چی کار میخوای بکنی؟ میخوام صحبتمونو ادامه بدیم عزیزم. خب من هرچی میدونستم و بهت گفتم، فقط همکلاسی بودیم همین. ناقصه. طاهر قسم میخورم هرچی میدونستم و گفتم. طاهر تو رو خدا، طاهر تو رو خدا اینجوری نکن، طاهر تو رو خدا اینجوری نکن. خب میخواستی ناقص توضیح ندیدی؟ طاهر خواهش میکنم این کارو با من نکن. ببین اینجوری هم میشه اثر باقی نذاشت، چون پوست بدن ساختار خیلی جالبی داره. در واقع هر ساعت 600,000 سلول از پوست میریزن. هر 27 روز یک بارم به صورت کامل عوض میشه. خیلی جالبه مگه نه؟ طاهر تو رو خدا این کارو نکن، تو رو خدا. البته اگه سوختگی درجه 1 باشه. کاش وقتی اون عمر سگ صفت از خونه ما رفت خودت مثل بچی آدمی اومدی و همه چی رو میگفتی. چرا نگفتی؟ ها؟ طاهر به خدا یادم نبود، به خدا یادم نبود. خواهش میکنم نریز میسوزه. بعدش یهو تو مهمونی یادت اومد؟ خب بعدش چی میشه؟ بسته. یعنی تا این حد مهمه که یادت نرفته؟ یارو خیلی برات مهمه نه؟ طاهر به خدا از دوران مدرسه تا الان ندیده بودمش، قسم میخورم. طاهر خیلی میسوزه، تو رو خدا. اون پدر سگ واسه چی به ما دروغ گفت ها؟ واسه چی گفت لندن درس خونده ها؟ چی میخواد؟ نمیدونم. نپرسیدی؟ تو که خودتو معرفی کردی بهت چی گفت ها؟ چی صحبت کردی؟ پرسیدم در مورد چی صحبت کردی؟ طاهر اون فقط گفت که تو رو یادم نمیاد، گفت یادم نمیاد، گفت اشتباه گرفتید. خواهش میکنم بس کن طاهر. واقعاً یادش نیومده یا عمدن دروغ گفته ها؟ این یارو اسمش عمره نه؟ ها؟ فامیلیش چیه؟ یادم نمیاد. کدوم مدرسه درس میخوندی؟ لطیفه تو قاتل نیستی؟ چطور نیستم؟ اصلا رو من شلیک کردم. یارو مرد دیگه، نمیبینی؟ منو نگاه کن. تو قاتل نیستی. یارو قبلا کشته شده بوده. من کشتم. این کارو متین کرده، همه چی ساختگیه. بیا ببین. نمیخوام. نه نمیخوام. بیا بابا، بیا ببین. خوب ببین، میبینی؟
این قبلا مرده بوده، بهش چاقو زدن. تو قاتل نیستی. خب قاتل نیستی. عمر بیا داداش بیا، ما اینجاییم. اینجا چه خبره؟ اون متین بیشرف این کارو کرده. همه این ماجرا برنامه ریزی شده بود، مخصوصا لطیفه رو کشوندن اینجا. یک روز قبل. مارتی که آخه تو چقدر احمقی، تو چرا انقدر نفهمی؟ خب قربان مگه من چی کار کردم؟ خدا دستم به اون دختره نخورده، با همون توتاقش نذاشتم. موضوع اون چرا حماقتت نیست. تو اون کلبه که دفعه اول بردیمشون وسایل نیلوفر رو یادت رفته بوده. یکی از بچه‌ها دیده، چند نفر اومدن جمعشون کردن و بردن. دارن دنبالمون میکردن. بی شرف، تو داری تلاش میکنی منو بگیرن، کاری میکنی که منو پیدا کنن. قربان من یه اشتباهی کردم، به خدا دیگه تکرار نمیشه. رئیس ببخش چی تکرار نمیشه مرتی که احمق؟ شناختنت، هویت تو تشخیص دادن، عکسات رو میز مامورای پلیسه، دارن دنبالت میگردن احمق. رئیس تو رو خدا ولم کن، تو رو خدا. من چی کارت کنم مرتی که ها؟ من چی کارت کنم؟ نمیدونم چه غلطی کردی که تونستن پیدات کنن و هویتت لو رفته. یه دختر بهت سپردیم، زود خواستی یه بلایی سرش بیاری. تو بگو جای من بودی چی کار میکردی؟ بگو مرتی که. در خودمو در میآوردم. منم همین کارو میکنم. عوضی اول باید گندی رو که زدی تمیز کنی. چطوری؟ خوب گوش کن. باید کاری که بهت میگم و بدون اشتباه انجام بدی. اگه دست از پا خطا کنی یا بخوای به من نارو بزنی، چنان بلایی سرت میارم که روی چشم خورو. اونا دارن زنگ میزنن. جواب بده ولی آروم باش. بله. لطیفه جون صدقی هستم. ظاهرا دنبالم میگشتی نه؟ آره بگو گوش میدم. تو خیلی خوششانسی چون میخوام یه لطفی در حقت بکنم. البته اگه میخوای خواهرتو پیدا کنی. چی میخوای بگو؟ 1 میلیون برام بیار تا بهت بگم متین خواهرتو کجا نگه میداره. چرا میخوای کمکم کنی؟ واسه پول. اگه نتونی پولو جور کنی فراموش کن که بهت زنگ زدم. این یادت باشه که اگه بخوای به متین چیزی بگی چنان داستانی میسازم و واسش تعریف میکنم که سلاخیت کنه. خب کجایی بگو تا سری پولو برات بیارم. تو اول پولا رو آماده کن، من نصف شب دوباره بهت زنگ میزنم. خیلی حرفه‌این. یارو رو قبلا کشتن، بعدش این همه کار کردن کسی که درو باز میکنه فکر کنه قاتل. داداش من نمیفهمم لطیفه چرا خودسر درو باز کرده؟ من داشتم دور و بر چک میکردم، همون موقع این تجهیزاتو دیدم. لطیفه توی ماشین بود. اون متین بیشرف به لطیفه اس داده که بیا توی کلبه. داد زدم ولی دیر شده بود. بابا خدایا. یعنی اون بیشرف هم به هدفش رسید، هم از شر این پسر خلاص شد. یک شب قبل. بله. سری بیا کلبه. سری. کجا؟ همون جایی که دفعه اول بردیمتون. کلبه کوچیکه، چند روز پیش رفتی دیگه. پول یادت نره.
رئیس منو بخشیدی؟ بخشیدی دیگه نه؟ بازم میتونم برات کار کنم نه؟ به خدا دیگه همچین غلطی نمی کنم. ما قراره یه عمر با هم رفیق باشیم. مگه میشه وسط راه ولت کنم؟ معلومه که نه. رئیس بجم. لطیفه خواهش میکنم گریه نکن. آروم باش آروم. خواهش کردم گریه نکن دیگه. عمر باید لطیفه رو دستگیر کنی. باید بیاد اداره پلیس و جریان رو توضیح بده. خب تو چرا متوجه نیستی؟ لطیفه که قاتل نیست. مختو به کار بگیر، کور که نیستی. مگه من گفتم غیر از اینه؟ درسانی کور نیستم، ولی مملکت قانون داره. نمیشه داداش، نمیشه. من اجازه نمیدم. عمر داداش باید پلیس بیاد صحنه جرم. لطیفه در رو باز کرده، گلوله شلیک شده و این مرتی که مرده. اجازه بده اکیپ بررسی صحنه جرم بیاد اینجا. لطیفه رو که تنها نمیذاریم. بعد از اینکه پزشک قانونی بررسی کنه خب معلوم میشه لطیفه قاتل نیست. به گوش مامانم میرسه. به گوش متین میرسه و نیلوفر رو میکشه. آفرین داداش آفرین. 2 دقیقه نتونستی خودتو نگه داری. دختره همینجوریش هم داغونه. خواهش میکنم گریه نکن. خواهش میکنم آروم باش. تو میتونی از پسش بر بیای. چجوری از پسش بر بیام؟ به گوش مامانم برسه دقیقی. تو آروم باش. ها راستی این جریان باید بین خودمون بمونه، نباید کار به مرکز بکشه. آخه داداش بس تموم شد. داداش این جرم بزرگیه. صبح بخیر. صبح بخیر. ترسوندمت؟ نه ولی تعجب کردی؟ به خاطر دیشب؟ راستش منم در حد تو تعجب کردم. خب آدم بعضی وقتا نمیتونه خودشو کنترل کنه. ولش کن. عجیب غریب بود. بهتره فراموشش کنیم. امکان نداره. واقعی بود. امکان نداره بتونم فراموشش کنم. خب دیگه پاشو فرار کنیم. کجا؟ میریم روی آب صابونه بخوریم. یعنی نمیخوای؟ خود دانی. جدی میگی؟ زود باش دیگه، منتظرم. صبح بخیر زهرا خانم. صبح بخیر. لابد اصلی هنوز بیدار نشده نه؟ نه خانم، لطیفه خانمم نیستن. نیستش؟ این وقت صبح کجا رفته؟ نمیدونم، ولی آقا مظفر گفت لطیفه خانم با آقا عمر نزدیکای صبح رفتن بیرون. مطمئنی؟ عمر دیشب اینجا مونده؟ بله خانم.
ولی این جفتتون دارین چرت میگین. به خدا برامون مشکل ساز میشه، پدرمونو در میارن. آرتا چرا تو اینقدر لجبازی؟ هیچکی نمیفهمه، بس کن دیگه. گفته بودن اگه پلیس بفهمه خواهرتو میکشی. حالا جون خواهرم در خطره. چی کار کنم؟ جواب مامانمو چی بدم؟ لطیفه، هیچ اتفاق بدی نمیافته. به من اعتماد کن. داداشم اومد. من داداشم رو خبر کردم، نگران نباشین. خیلی با تجربه تر از ماست. خواستم نظر بده ببینیم چطوری این قضیه رو حل کنیم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ موافقتون اومده. اگه یادتون نمیاد خودم بگم، منم پلیسم ها. قربان، آخه ما نمیدونستیم، یهویی اومدین تعجب کردیم. داداش، لطیفه که خونه ما دیده بودی، خواهرشو دزدیدن. پسر، این همه مدت دزدیدنشو شما دارین دنبالش میگردین، من تازه میشنوم؟ من به تو چی بگم؟ شما چی؟ وقت نکردین به من بگین ها؟ خب یک کلمه میگفتین اون یارو که دنبالشین آدم رو باز. خب بالا، اگه یکم حرف بزرگتر رو گوش میدادین الان به این روز نیفتاده بود. برین داخل ببینیم چی شده. بجنبین دیگه. گفتم بیارمت یه جایی که نتونی بدوی یا فرار کنی. به نظرت فکر خوبی بود؟ نتونم بدوام، خب شنا میکنم. شوخی کردم. تا وقتی هم که من نخوام نمیتونی از من دور بشی، یادت نره. هوا خوبه، دریام که اوضاعش عالیه. دلت واسه این شرایط تنگ شده بود نه؟ آره دلم تنگ شده بود. واسه همه چی، واسه همه دلم تنگ شده. هیچ وقت نمیذاری برم و آزاد باشم مگه نه؟ تو رو که میبینم چشم و دلم باز میشه. مگه میشه ولت کنم ها؟ من نمیتونم اینجوری زندگی کنم. تو رو خدا بذار برم. خواهرت که الماسامو بده میذارم بری، ناراحت نباش. اگه پیدا میکرد خب میداد و منو آزاد میکرد. مطمئنی؟ معلومه که مطمئنم. لطیفه رو خوب نمیشناسی. تو اینجا گریه کنان منتظری نجاتت بدن، ولی آبجید داره با دوست پسرش عشق و حال میکنه. عذر میخوام ولی ککشم نمیگزه. چرت و پرت نگو. لطیفه الان داره خودشو به آب و آتیش میزنه که منو نجات بده. تا نبینی باورت نمیشه نه؟ بگیر بخون. با صدای بلند بخون تا گوشاتم خوب بشنون. دوست پسر جدید لطیفه دنیزر، یکی از وارثین شرکت دنیزر. ای بابام، به خدا اینا دیوونه روانیه. کارشونو خوب بلدن، فقط به این کار اکتفا نکردن. از قبل کشتنش، خیلی حرفه‌ایه. عمر، شما نیومدین اینجا. خب لطیفه رو بردار و برو. من دنبال یارو بودم و اومدم و در باز کردم و اینجوری شد. خب داداش وایسا، نفهمیدم. نشدی چی گفتم؟ دختره رو بردار با خودت ببر. منظورم رو متوجه نشدی. گفتم بیای نظر و پیشنهاد بدی. منم دارم پیشنهاد میدم. چاره دیگه ای دارین؟ اینجوری که دستگیرش میکنم.
مافیایی هم میفهمن رفته اداره پلیس. ممکنه خودش و خواهرش با هم. خب داداش چی کار کنیم؟ پسرم جون من حرفمو گوش کن. بجون با هم بریم. خداحافظ. بجون پسر. ممنونم. خواهش میکنم داداش. ایول. بجون میخوا. الو علی آقا، اینجا یه گندی به پا شده. سریع نیروی کمکی احتیاج دارم. آره جنگلم، جمهوریت کوی. اینجا بین درختای کلبه است. باشه منتظرم. نمیخوای چیزی بگی؟ لطیفه یکم عجیب غریبه، دمدمیه، اصلا قابل پیش بینی نیست. تو لطیفه رو نمیشناسی. معلومه که بهتر از تو میشناسمش پرنسس. هیچ کس بهتر از من نمیدونه آدم ها واسه پول چه کارا که نمیکنن. به نظرم الماسا دست خود لطیفه‌ن، عمدن نمیده. چرت نگو. صحبت از 110 میلیونه. میدونی یعنی چی؟ لطیفه واسه من جونشم میده. بس کن. باشه، ولی تو بگو ببینم کدوم دختری وقتی خواهرش دست یه سری روانی گروگانه با دوست پسرش پا میشه میره عشق و حال، خرید، گشت و گذار، بیچاره اصلا براش مهم نیستی؟ مطمئنم لطیفه یه توجیهی برای این جریان داره. من بهتر از همه لطیفه رو میشناسم. اون واسه خانواده‌اش هر کاری میکنه. باشه، لابد همینه که تو میگی. من فقط نظرمو گفتم. نظراتو واسه خودت نگه دار. چای یا قهوه؟ قهوه. قندم که نمیخوای. عجیبه، اینو میدونی. بهتری نه؟ نمیدونم دیگه، هیچی نمیدونم. خب آروم باش دیگه، کشتی خودتو. حالا داداشم هم میدونه، خودش حلش میکنه. اگه تعقیبمون کرده باشن چی؟ اگه ما رو دیده باشن چی؟ نیلوفر رو میکشن دیگه، نمیتونیم نجاتش بدیم. همچین اتفاقی نمیفته. اگه اینجوری میشد به گوشمون میرسید. خیال راحت. بیا بابا، بیا ببین. ببین، میبینی؟ این قبلا مرده بوده، بهش چاقو زدن. تو قاتل نیستی. خب قاتل نیستی. بابا خواهش میکنم نگه دار. برا تاب میارم.
چی کار داری میکنی؟ وقتی قایق داره حرکت میکنه بپری بیرون فشار آبی براتت پایین و میمیری. مگه من مردنم دست خودمه؟ زندگیمو شماها دارین کنترل میکنی. تو مگه میدونی من چه حالی دارم؟ مگه همچین تجربه ای تا حالا داشتی؟ من هر روز دارم از ترس میمیرم. اینجا مردنم بهتره. تو تا حالا تو همچین مخمسه ای گیر کردی؟ من بهت گفتم تا وقتی پیش من این لزومی نداره نگران باشی. نمیفهم. زندگی من زیر و رو شده. من تازه بابامو از دست دادم. خب شاید خوب شد که بابات فوت کرد. شاید اگه زنده بود الان ازش متنفر بود. کاش زنده بود و میتونستم ازش متنفر باشم. نفس کشیدنش هم میتونست امید زندگیم باشه. اگه واقعا ازش متنفر بودی همچین حسی به دست نمیدی. تو به عمرت چیزی به اسم پدر رو تجربه کردی؟ تا حالا نشده بابات بغلت کنه و آرامش پیدا کنی؟ خب بگو ببینم بابات چی کارت کرده که اینقدر ازش متنفری؟ بابات کیه؟ بگو دیگه. بلیط باید به اسم کی خریداری بشه قربان؟ واسه یه مرد. میخوام یکم از اینجا دور باشه. بالی گزینه خوبیه. چشم قربان. برای کی باشه؟ واسه فردا. میخوام یه 10 روزی اونجا بمونه. مرد باید یکم از اینجا دور باشه. یه نفر واسه چی باید گذشته خودش از بقیه پنهان کنه؟ یا خجالت میکشه یا یه هدف دیگه داره؟ مگه نه فسخلیا؟ ها؟ بیا بشین اینجا. الان آب حالتو جا میاره. خب بذار بیا. این که خجالت نداره. میخوای من جواب بدم؟
عمو طاهر جواب بدم؟ سلام آقا طاهر، عمرم. خوبین شما؟ عمر جون، چه خوب شد که تو جواب دادی. راستش میخواستم با تو حرف بزنم. جدی میگی؟ بله. اون شب انقدر به من خوش گذشت که میخواستم بگم بازم دور هم جمع شد. بله البته، هر موقع شما بخواید. ها، میدونی چی به فکرم رسید؟ خیلی خوبه که تو اومدی و با ما آشنا شدی. ما هم با تو آشنا شدیم. ما یه خانواده بزرگیم. بچه های زرین بچه های منم حساب میشن. خب چون قراره با هم در ارتباط باشیم، من خیلی دوست دارم با خانوادت بیشتر آشنا بشم. اونا هم خیلی مشتاقن با شما آشنا بشن. ها، این خیلی خوبه دیگه. به خانوادت بگو که میان استانبول. میخوام شنبه آینده تو باغ من تو اومرلی مهمون من باشی. باشه، من بهتون اطلاع میدم. باشه، منتظر خبرتم. انگاری لطیفه پیشت نیست؟ لطیفه الان پیشم نیست. اومد میگم باهاتون تماس بگیره. نه، میخواستم با تو حرف بزنم. جفتتونم میبوسم عمر جان. زنده باشین، روز خوبی داشته باشین. چی میگه؟ بعدم بهت میگم. قربان بگو ببینم دقیقاً چی شد؟ والا قربان منم نمیدونم. مخبرمون زنگ زد گفت یارو تو یه کلبه تو جنگله. منم پا شدم اومدم. یه لحظه بیا، مثل آدم توضیح بده جریان چیه؟ برای چی دنبال اون یارو بودی؟ پرونده چی؟ خب این ببینم تو داری منو دور میزنی؟ نه قربان، واسه چی همچه کاری بکنم آخه؟ واسه همون قتل توی بالکن دنبال این یارو بوده. میخواستم بگیرمش بیارمش اداره پلیس. حالا نمیدونم با کی طرف حساب بوده که مثل این فیلمای آمریکایی همچین بلایی سرش آورده. خسته نباشین حسین آقا. ممنون جناب دستت. اکیپ بررسی صحنه جرم تشخیص دادن که یارو خیلی وقت پیش کشته شده بوده با چند تا ضربه چاقو. ولی خب باید کالبد شکافی بشه. وقت دقیق وقوع قتل تو کالبد شکافی معلوم میشه. خسته نباشین. خب من با اجازهتون برم سر. خب بچه‌ها اثرات انگشت رو بررسی کنید. بعد از مب بیاین سراغ این دره. دیدی؟ حق با عمر بود. حسین آقا مشکل رو حل کرد. امیدوارم هیچ کس تاوان این کار رو نده، مخصوصا حسین آقا. وای آرتا، تو چرا اینقدر منفی بافی؟ ای بابا، خب یکم هم انرژی مثبت بده. بابا تو هم خیلی بیخیالی ها. دنیا این خیالت نیست. ای بابا. یکم نمک میزنم بهش. نمیخورم. لطیفه از صبح هیچی نخوردی. هرچی هم قبلا خورده بودی بالا آوردی. لج نکن، بخوردی. واقعا اشتها ندارم. تو رو خدا اصرار نکن. به خدا به زور به خوردت میدم. داداشمه. داداش سلام، چی شد؟ تو نگران نباش. پزشک قانونی اومد و معلوم شد یارو قبلا کشته شده. به دختره بگو تا خیالش راحت شه. باشه داداش، خیلی ممنون. خواهش بکنم، من میرم اداره. دیگه آرامش برقرار عزیزم. دمت گرم. ایوالله، ممنون. چی شد؟ چی میگه؟ بهت گفتم خیالت راحت، نگران نباش. اکیپ بازرسی صحنه جرم گزارششو نوشته. معلوم شده که صدقی قبلا کشته شده بوده. خیلی خوب. اگه نمیخوای بخوری بریم من برسونمت خونه.
نیلوفر لبخند نزنی نمیذارم بری. من واقعا خیلی خستم، باید یکم بخوابم. یه کاری هست که قبل از خواب حتما باید انجام بدیم. یه پیغام دیگه باید واسه خواهرت بفرستیم. سر گوشش خیلی می جنبه، داره تلاش میکنه بدون اینکه الماسی بده تو رو به چنگ بیاره. باید بهش بگیم مراقب رفتارش باشه و کاری به کار نفرات من نداشته باشه. لطیفه باعث ناراحتی کسی نمیشه. صدقی رو آخرین بار کی دیدی؟ خواهرم چی کار به کار اون داره؟ خواهرتو که دیدی ازش بپرس. بیا بریم اینو ضبط کنیم و تو بخواب دیگه، باشه؟ خواهش میکنم بذار یه 5 دقیقه آروم باشم. از صبح یه چیزایی بهم گفتی که مخم دیگه کار نمیکنه. من الان نمیدونم چی کار کنم و چی بگم. ببین خواهش میکنم فقط 5 دقیقه بهم وقت بده، باشه؟ باشه 5 دقیقه.